برنامه ای که تقریبا زیادتر از 500 نفر در یوتیوب در اینجا صدای ما را میشنوند، یک فرد از دین برگشته، یک فرد مرتد، به تمام معنا مرتد، یک فردی که اینا ادعا میکنن شما سواد ندارین به ما میگن. نشستم اینجا 30 دقیقه قبل گفتم پیامبر اسلام شراب میخورده. شنیدین همگی؟ سیاوش خودت شنیدی درست است؟ جان 100% لالا. بله بله شنیدی؟ در زیر لایف ملاها با آیدی شاکوکو، گلکوکو، ماگل، شاگل، آیشه کلش نشستن، کلش هستن در برنامه. امکان نداره که اینا نباشن. چرا؟ چون اینا از اول تا آخر برنامه را ریکارد هم میکنن، دیوایسشان با ویدیوهای ما پر شده. خب چرا یک ملا جرأت نکرد که بیای بالا بگه تو یک ادعای کردی که پیامبر ما را شرابخور گفتی، بعد از اینکه پیامبر شده شراب خورده؟ تو بیار ثابت کو برای مردم، در غیر از اون من روی تسیا میکنم. یکیش حاضر نشد، یک ملا حاضر نشد که من برش ثابت کنم که پیامبر شراب خورده در وقتی که پیامبر بوده شراب خورده. میبینین با وجود امین بدبختی ها اینا باز همین دین را تبلیغ میکنن که یک پیامبری داشته که شراب میخورده خودش. حالا فردی که شراب میخوره نظر به امان ذهنیت خود دوستان مسلمان ما که میگه شراب چرا نمیخوری؟ میگه ما خواهر مادر ما را شراب بخوریم نمیشناسیم. این نظر من نیست. میگه شراب چرا منع است؟ میگه آدم تجاوز میکنه شراب بخوره. پس پیامبر شما که شراب میخورده این وحی را که میآورده از همسایه نمیآورده؟ از کجا میدونین؟ او که امکان داره تجاوز هم کرده باشه. پس بیای اینال یک ملا همون تو چاقو به دست محکم بگه ثابت که کجا پیامبر ما شراب خورده. از کتاب صحیح مسلم برش ثابت میکنم که محمد شراب خورده. اون شرابی که خورده شراب نشاور است و 4 تا کتاب دیگه منبع میارم که اسم همون شراب را آورده و همون شراب را شراب نشاور معرفی کرده. نه تنها اونجا که در او واژه با ما مالکشی کنن، نه این شراب هدفش از شربت است. نه لالا، اونجا که من برات 5 تا منبع دیگه میارم که شراب را برات شراب گندیده و حرام معرفی کنم. سپاس.